سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز پنجشنبه 5 فوریه همراه شما. با یک مادر جوان تاجیک که چهارگانه تولد کرد، رئیس جمهوری تاجیکستان یک خانه 4 اتاقی هدیه کرده است. مقامات بلندپایه روز 5 فوریه به عیادت گلشن مجنون و ساکن 26 ساله ناحیه وحدت به تولدخانه در شهر دوشنبه رفتند و گفتند که ماه مرد کلید خانه را به او می سپارند. گلشن مجنون و روزی 30 ینور یک پسر و 3 دختر تولد کرد و حالا برایشان نام انتخاب نکردند. 3 دختر و یک پسر. نام فکر کرده دلکه ولی نه. طبیبان تاجیک میگویند در یک 10 ساله اخیر بار اول است که شاهد تولد چهارگانه در تاجیکستان میشوند. سوپایتر هستند، بیهول هستند، بیمدور هستند، لیکن من میدونم که تمام چهاره‌ها اندیشیده شده است برای درست صحت کردن و البته ما هم دستگیری میشه. گلشن و شوهرش که 5 سال منتظر فرزند دوم بودند در جای کار نمیکنند. گزارش کامل در وبسایت رادیو آزادی. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند بر ضد یک روحانی که با نام شیخ تیمور در وادی حصار معروف بوده است پرونده باز کردند. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 5 فوریه گفت برنامه را درباره تیمورخان ستاروف ساکن تورسونزاده که از جمله به بسیار زنی و جنایت‌های دیگر متهم می شود نشر میکنند. با گفته وزارت این روحانی 8 نفر را به زنی گرفته است و حتی دعوای پیغمبری میکرد. روز 5 فوریه در ناحیه باختر ولایت ختلان مراسم دفن یک صاحبکار جوان تاجیک برگزار شد که از طرف شخصان ناشناس در روسیه به قتل رسیده است. هیدت الله عبدالله 32 ساله از خواجگی به نام فیضلی سعیدوف روز 22 ینور غیب زد و جسد او را 10 روز بعد در ولایت چلیابینسک از زیر برف پیدا کردند. خویشاوندانش روز 5 فوریه به رادیو آزادی گفتند که تحقیق مرگ هیدت الله در روسیه ادامه دارد. با قول گفته و تفتیشات اکسپرتیز امور داخلی شهر منطقه لاتوکوب هست. ایزی دست و سگ ایزی دست در بدن میت پیدا شده است و با قول هم بوغی کرده کشتگی. این فرضیه وجود دارد که هدیت الله را آنهای کشتند که از او قرض گرفتند و برگردانیده نتوانستند. هدیت الله عبدالله در ولایت چلیابینسک چند دکان داشته است و به گفته مهاجران ولایت به بسیاری از هموطنانش کمک میکرد. بعد دولتی کردن کارخانه دوزندگی گلستان در شهر دوشنبه که میگویند به زید سعیدوف وزیر سابق صنعت مربوط بود، این کارخانه از فعالیت مانده است. روز 4 فوریه خبرنگار رادیو آزادی درهای این کارخانه را بسته پیدا کرد. گلستان که تا سال 2014 سهمیه هایش به شرکت خیراک هولدینگ و خیرالله سعیدوف پسر زید سعیدوف تعلق داشت، با امر دادگاه تاجیکستان دولتی کرده شد. خود زید سعیدوف تاجر شناخته را با گناه‌های سنگین از جمله جنایت‌های اقتصادی سال 2013 به 26 سال زندان محکوم کردند. چند پیش نمایندگان کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و خبرنگاران گفتند که شرکت گلستان از کار نمانده است و حالا هم شم و لباس استحصال می‌کند. تعدادی از ساکنان روستاهای نزدیک دوشنبه شکایت دارند که برعکس محله‌های پایتخت با نیروی برق دائمی تامین نیستند. ساکنان محله گلبوته که در داخل دوشنبه واقع است در یک شبانه روز از 8 تا 12 ساعت نیروی برق میگیرند، اگرچه محله‌های نزدیک گلبوته پیوسته با نیروی برق تامینند. مقامات رسمی بر رادیو آزادی سبب لیمیت در محله گلبوته را چنین شرح دادند. محله گلبوته 4 به حدود مرزی ناحیه رودکی تعلق دارد و به محدودیت برق داخل است. موافق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از سبب آنکه وی از زیرستگاه شهری اجسام سروجنی برق میگیرد، ما خدمت رسانی خلق را اجرا میکنیم. در تاجیکستان به استثنای پایتخت شهر دوشنبه و دیگر شهرهای بزرگ کشور در فصل زمستان تمام ناحیه‌ها حداکثر در یک شبانه روز تا 12 ساعت با نیروی برق تامین هستند. اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن های همراه.